بچه‌ها اینجا بخش ایران باستان موزه لوور. سلام بچه‌ها، امروز اومدیم موزه لوور پاریس، یکی از بهترین و جذاب‌ترین موزه‌هایی که تو کل دنیا وجود داره. اتفاقا اینجا یه کالکشن مخصوص قسمت ایران هم داره که اونم با هم می‌بینیم که خیلی از چیزهای باستانی زمان هخامنشیان تا ساسانیان تا جلوتر رو داره. اونا هم بهتون نشون میدیم، بریم که ببینیم. بچه‌ها موزه لوور یه موزه فوق‌العاده بزرگیه که شما ساعت‌ها میتونید توش بچرخید. همیشه اگر من اینجا اول از همه برید تو بخش اینفورمیشن و یه نقشه برای خودتون بردارید و چیزایی که دوست دارین رو برید از اونا شروع بکنید، چون به احتمال خیلی زیاد نمیرسید که تو چند ساعت یا توی روز همه موزه رو. بچه‌ها بخش اولی که می‌خوایم با هم ببینیم بخش مجسمه‌ها که واقعاً جذابه. مجسمه‌ای که می‌بینید مربوط به اسکندر مقدونیه که یکی از فیلسوفای زمان خودشونو به اسم دوجینو داره، همون اسکندر مقدونیه که به ایران هم حمله کرده. میشه خرد درش کنیم خوشخوار شده. اینجا بخش ایران باستان موزه لوور و ما اینجا بخش آشوریان رو داریم و تو این بخش من خیلی صحبت نمی کنم، براتون فیلم میگیرم که خودتون ببینید و لذتش رو ببرید. خب بچه‌ها بالاخره رسیدیم به بخش ایران باستان. اینجوری که می‌بینیم پشت سر من یکی از ستون‌های تخت جمشیده که آوردنش اینجا. برای اونایی که نمی‌دونید این ستون خیلی بزرگه، ولی اینا قسمت بالاییشو فقط آوردن، اینجا هم نشون دادن. اینا این قسمت آوردن اینجا چون دیگه بیشتر از این ارتفاع سقفشون جا نمیشه. این حدود 5 متر و نیم، ولی ستون کاملای تخت جمشید تقریبا 21 متر میشه.
یکی از نکته‌هایی که بهش دقت بکنید اینه که چقدر خوب اینجا از این بنایای تاریخی نگهداری میکنن که متاسفانه تو تخت جمشید خودمون اینطوری نیست. چه ظرافتی اینا رو اینجا گذاشتن، چقدر مراقبت و حفاظت میکنه. ولی آدم میبینه که تو خود تخت جمشید، تو یکی از تاریخی ترین کشورهای دنیا، مردم میرن خاطره مینویسن روی ستون. واقعا جای تأسف دارم، امیدوارم که بچه این سنگ نوشته رو داریوش کبیر وقتی که مصر رو میگیره درست میکنه و روی اونم که اوریجینالش خیلی بزرگتر از این بوده، ولی روی اونم نوشته که من داریوش کبیر مصر رو گرفتم و دستور ساخت کانالی که با هم به اسم کانال سوئز میشناسیم دادم. بچه‌ها رسیدیم توی راهرویی که یکی از معروف‌ترین نقاشی‌های دنیا که همتون میشناسید احتمالاً مونالیزا هم اینجاست. ببینید چه جمعیتی اومدن اینجا که فقط مونالیزا رو ببینن و باهاش عکس بگیرن. حالا جلوتر بهتون نشون میدم. همونجوری که می‌بینید چه جمعیت زیاد اومده توی این اتاق. فقط بچه‌ها اینم از موزه لوور. البته ما یه بخش خیلی کوچیکشو نشونتون دادیم. همونجوری که گفتم برای دیدن این موزه شما باید خیلی بیشتر وقت بذارین و حداقل 2 روز به نظرم خوبه که این موزه رو همه جاشو ببینین، چون به غیر از این بخشایی که نشونتون دادم خیلی بخشای دیگه مثل مصر باستان، رومیا، یونانیا و هنر، نقاشی‌های معاصر و غیره وجود داره که حتما میتونید برید و ببینید که البته 100% هم ارزش دیدن و وقتتون رو داره. لوور واقعا یه موزه خیلی شگفت انگیزی که هر بخشش و هر گوشش جذابیت‌های خاص خودشو داره که شما میتونید برید و ازش لذت ببرید. البته شما که تا اینجای ویدیو بودین چند تا نکته هست که آخر ویدیو براتون میگم که بازدیدتون به موزه لوور رو خیلی براتون راحت تر بکنه. اولیش این که بچه اگه میخواید برید اونجا حتما قبلش آنلاین تیکتتون رو بگیرید، چون صفایی که برای موزه لوور درست میشه بچه بعضی وقتا چند ساعت شما باید تو صف باشید که بلیت بگیریم، چون هر روز چند هزار تا بازدید کننده داره و خیلی جای محبوبی یا همه دوست دارن برن اونجا. پس حتما آنلاین بلیتتون رو بگیرید که از صف رد بشید و خیلی راحت بدون اینکه بخواید چند ساعت وایسین برین تو موزه. دومی هم این که حتما قبل از رفتنتون اگه شما خیلی نمیخواید مثلا یه روز کامل تو موزه باشین، چند تا قسمتی که دوست دارین و بیشتر علاقه دارین از قبل مشخص کنید برای خودتون و برید اون قسمت ها رو ببینید که وقتتون تلف نشه، چون واقعا خیلی بزرگه. مرسی بچه ها که تا اینجا ویدیو با من بودین. اگه خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید.